پسر در بالای کد بیمار خوابیده بود. فرشته آمد و از او پرسید: راه بهشت را انتخاب میکنی یا راه عمر را؟ پسر گفت بهشت. فرشته گفت به سوی بهشت 3 قدم بمان. پسر قدم اول را ماند. صدای گریه به گوشش رسید. پسر گفت کیستند اینها؟ فرشته گفت خویشانت و دوستانت، تا 40 تو را از یادشان میبرارند. پسر قدم دوم را ماند. صدای گریه به گوشش رسید. پسر گفت این کی است؟ فرشته گفت این همسرت که تو را 1 سال عزاداری میکند، بعداً فراموشت میکند. باز قدم 3 را ماند که صدای تلخی گریه به گوشش رسید. پسر ایستاد و گفت این صدای دردناک صدای کی است؟ فرشته گفت صدای مادرت است که تا آخر عمرش تو را فراموش نمی کند، تنها برای تو می سوزد. پسر باشد از راهش گشت و راه عمر را انتخاب کرد و گفت نمی خواهم پیش از مادرم بروم و او را در غم خودم آب و ادا کنم. مادران فرشته اند، به قدری این فرشته زمینی برسید. ای کاش مادر نمیرنده باشد.